اولین برنامه خود را به طرف دوغابات نایه هفتم آغاز میکنیم. شما ما را از حمایتتان فراموش نکنید. آقای عزیز و نهایت مهربان، خوش آمدین به چینل یوتیوب ما. امروز ما به شما از سایت دوغابات با آجی صاحب، یکی از دکاندارا، بخیر هستین؟ خوش آمدید بیادر. خوب هستین؟ بخیر آمدین. ببخشید مزاحمتان شدیم. آقای صاحب، حال آمدیم که از شما پرسان کنیم که اسم مبارکتان چیست و در کدام ساحه هستیم؟ ساحه را برای ما بگویید کجا هست؟ تشکر بیادر، بازم خوش آمده که به دیره ما مردم آمده. اسم من است میرویس آخوندزاده احمدی و اصلا از ولایت ننگرهار، سکونت فعلی کابل، نایه هفتم دوغابات. دیگه اینجا یک پیشه و یک روزگار زندگی را میکنیم. خب آجی صاحب، اینجا چند نفر همراه کار میکنه؟ تناستی؟ چه قسم درباره از این بیادران معلومات بدید؟ محترم، یک گپی است که به تنهایی خو هیچ کاروبار دنیا پیش نمیره که تنها یک آدم پیش ببرش. و ببخشی که من کم تکلیف هم دارم، از پای مشکل دارم، تنها اینطور پیش بردن کاروبار نمیتونم. و خودم که هستم، من یگان کاروبار، یگان خرید فروش موتور هم در بینش میکنم. کنه شریک ما است، بشیر جان است، بچه خوب است، بسیار بچه گل است، مخلص است، آدم خوب است، من از پیشش راضی هستم. سلام بشیر جان، خب خدا معرفی کو، دیگه در اینجا چند نفر کار میکنه همراه؟ باش که پیش بیایم نیست. سلام علیکم بیننده های عزیز. امید جان سوال کرد دیگه، دوستا هست از یاد دیگه آی فهیم هست مستری تکلیف ما سده ای سایه دیگه، تقریبا دایی 10-12 تا شاگرد داره. 10-12 دیگه کاروبار است دیگه. سابق که هم خوب است، هم خوبم است دیگه. نسبت به گذشته یک ذره ضعیف‌تر است، از خاطر راه و گپ است. مشکل است دیگه. فعلا خوب است، شکر است، الحمدلله. حالا میشه بریم آجی صاحب ببینیم که یک دفعه. خیلی بشیر جان، بیا که بریم پیش آجی صاحب ببینیم چی میکنه، چی برنامه داره. مهربانی آجی صاحب با زحمت بسازیم. بس بچه آن وایسا گمت بیا. اینی آجی صاحب فهیم است. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ جان جوش داری سلامت است ان شاء الله. خیر است. ببخشید چند سال میشه کار میکنی؟ کاربار ما خود نمیشه که فعلا از خود 20 سال میشه که من نمیشه هستم جانا. بسیار دیگه شاگردا هست، یک 4-5 نفر شاگرد ما از پیش ما رفته به حساب دکان کردن. بسیار خوب. دیگه شاگردا فعلا دعا دادیشون یا به دعا رفت؟ یالا اگر دیم دعا گرفتن چیزی نگرفتن. بسیار دیگه ما اصلا کاربار از اون خوب است، کاربارشون میشه. دیگه شاگردای دیگه کسی بچهای دیگه هستن دکان 5-6 نفر دیگه هستن. طالبان دوغابات 4 گروه تانکتل اینمیجا میشه که بیاین و خدمتتان آجی صاحب میکنه. آجی صاحب وقت دیگه نمیگیریم. بخیر باشید. خدا حافظ تا برنامه دیگه اگر وقت پیدا شد باز میایم. ما در خدمت شما. بخیر باشید. خدا. بشیر جان، ما دیگه از پیشتان مرخص میشیم میریم. کجا میرین؟ حالا برنامه تنم خلاص یک چای مای بده میتونه باز. نه خیر است، مشکل نیست، باز بیایم پیشتان دیگه رفت میایم. کدام روز دیگه میایم پیشتان. سلامت باشی. برنامه تا برنامه دیگه باز میایم میبینیم تانه. خدا حافظتان. بخیر باش. دوستای عزیز، بیایی که یک برادر اینجا گیر کردیم که چی چرت است، چی میکنه. سلام برادر، خوب هستین؟ بخیر جانتان جور؟ به چی چرت بودین؟ چی مصروفیت داشتین؟ میشه بعد جون قاعده کمی مترکم آوارز دارم اومدیم بدر اجازه فهیم مستری دوغابات. بسیار خوب. حتمی لطف خوش دارم رایتان. بخیر باشی جان. بسیار یک انسان، بسیار یک آدم شریف است، یک آدم نیک است. حاجی فهیم نام داره بدر در دوغابات است. بسیار خوب. وقت خوش براتان. ببخشید مزاحمتان شدیم. بخیر باشین. آرام باشی. بخیر. سابسکرایب را فراموش نکنید و زنگوله را فشار دهید.